سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آیت‌های زیبا در مورد نماز جمعه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک نمایید، اگر بدانید این برای شما بهتر است. پس هنگامی که نماز پایان یافت، برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا نجات یابید. هشداری برای کسانی که نماز جمعه را ترک می کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسانی که نمازهای جمعه را ترک می کنند حتما از این کار باز ایستند، وگرنه الله بر دلهای آنها مهر می زند و آنها از جمله غافلان خواهند بود. پس ای برادری عزیزم، به نماز جمعه رفتن را فراموش نکنیم. خود را از ثواب و برکات این نماز محروم نسازیم، چون خداوند خودش ما را به ادای این نماز دعوت کرده است. یعنی ما از دعوت شدگان هستیم، پس دعوت الله را پذیریم و کار و بار خود را گذاریم تا نجات یابیم. تسر أسارير وجه صبيح. سنت های روز جمعه: غسل کردن، پوشیدن لباس های پاک، عطر و خوشبویی ها زدن، مسواک زدن، زود رفتن برای نماز جمعه، خواندن سوره کهف، پیاده رفتن به مسجد، بسیار دعا کردن، درود و صلوات بسیار فرستادن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در روز و شب جمعه بر من صلوات بسیار بفرستید و کسی که بر من یک صلوات میفرستد الله بر او 10 صلوات میفرستاند. در حدیث دیگر فرمودند کسی که در روز جمعه سوره کهف را بخواند بر او نور گذاشته می شود از این جمعه تا جمعه دیگر. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح.